کسی زنگ زده بود جایش تثبیت کرده تونستن؟ شماره خاموش بود تشخیص نشد جنرال صاحب. اینا مسلکی هستن، کاملا واضح است که از داخل کمک میگیرن. برای فعلا از دولت بخوایم که سفیان ولی زاده را آزاد بسازن، به خاطر که وقت بیشتر به دست بریم. همیاله با محکمه زنگ بزنیم، کارهای آزادی سفیان رو شروع کنیم. یک بار زنگ بزنم جنرال سنجر، فعلا چی میکنم؟ وای 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 وای، قدرت کارایی. جنرال صاحب، از یک موضوع خبر شدم، بسیار جگرخون شدم. بخیر بگذرم. در قرارگاه کدام احمق دیگه است؟ بله اما ترست جنرال صاحب، اما متاسفانه که پیشرفت صورت نگرفت. فهمیدم. میخوایم امرای تو گپ بزنم. با خانه ما آمده میتونیم؟ البته جنرال صاحب، البته میایم. شرکت صاف‌سودا доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. به نظرم کل چیز فهمیده. من باید آمادگی خودم بگیرم. گفته میشه که در اختطاف جنرال صبری بعضی از طرفدارای شما دست دارن آقا. با نظر شما در پشت اختطاف دست کی بوده میتونه؟ آزادی مرا دوستای عزیز، بعض تیم‌های استفاده جو بازار تجارت فکر کردن و بعض نقشه ها جور کردن که اردوی ترکیه را با مشکل مواجه کنند. ما به عدالت ترکیه باور دارم و به خاطر بازی های او خائنین فعلا بیرون شدن از زندان رد میکنم. ما بیگناه هستم دوستا. همگی میفهمند که من مقصر نیستم و هر وقت که بیگناهی ما در محکمه به همه ثابت شد، با سوق با سر بلند از اینجا بیرون میشم. از همین خاطر با استفاده اراده شخصی خود این فرمان آزادی را رد میکنم و میخوایم بفهمین که پس به زندان میرم. دروازه را باز کنیم. میخوایم دوباره به زندان برم. دنیز گفت که کسی تعبد کنین تا که من آمدیم هیچ کاری نکنین. وقت نداریم ایلیف، دیگه منتظر بودن نمیتونیم. همین که بفهمه ما اونجا نیستیم پشت ما را خواهد گرفت. به خاطر کشتن ما حتما خواهد آمد دخترم. مادر نترس، حالا دیگه یک معلومات مهم پیش ماست. تا وقتی که این کست همراه ما باشه او کاری کردن نمیتونه. نترس، بریم. دنیز اینقدر تشویش نکو بیادر، نقشه او آدم ها بسیار بزرگ است. همراهیم کمک کو اگه کل چیز گدوت میشه. پیش از مرگش آدم جای جنرال صبری رو برام گفت. این بار به هیچ کسی نگفتیم، به خاطر که اگه گپام به گوش جاسوسا برسه آخرین امید ما را از دست میتیم. لطفا همراهیم کمک کو، به کمکت نیاز دارم.
درست است بیادر. تا آخرین نفسم رایت هستم. زنده باشی. بسیار زیاد تشکر. بیادرم با کل چیز اعتراف کرد. حالی دیگه یک ثبوت هم داریم دختر. داستان قدرتکارایی به پایان رسید. مادرم شما را از بین خود برد. این کاراتانه هیچ وقت نمی بخشه. تا وقتی که این کست همراه ما باشه به ما هیچ ضرر رسانده نمیتونه. اول باید تمام چیزایی را که از ما گرفته برم پس بده. بعدم از برکت همین کست باید جزای تمام کارایی را که انجام داده ببینه. حالا میرم که همراه پدرت ملاقات کنم. حالا که این کست همراه ما است ببینم که باز هم چی قسم همراهیم رویه خود کرد. بعد از که او را به زندان روان کردم باز نوبت تو میرسه جانم. او کسته باید بسیار خوب پنهان کنیم مادر. اگر گم شود تباه میشیم. درست است. توی را بگی ده یک جای امن بان. بیادر ما بیازو همراهی کست خالی فریب دادیم. توی کست خوب نگاه که دخترم. درست است. پیش از که شما کدام کار کنین امی که از اینجا بیرون شدم و کسته میگیرم. جنرال سنجر، یعنی اگر بگویم به خاطر جنرال صبری جگر خون شدیم باز دروغگویی میشم. او همراه دشمنای ما یک جا شده بود، میفهمی؟ با ما خیانت کرد. میگن که خیانت کننده آخر جزای خودم میبینه. البته جنرال صاحب، هر کس باید جزای خود ببینه. راست میگی، باید ببینه. کلانا چی گفتن؟ مرچه که گومیش میایه بال میکشه و باید او را از بین ببرید جنرال سنجر. منظورتان را نفهمیدم جنرال صاحب. داخل بیا. بیار دخترم. بگه سنجر. تشکر جنرال صاحب. بخو جنرال، بخو. نشرم عجله کو، بخو. بسیار کیک خوشمزه و چهارمغزدار است. انگورم داره، خوشمزه است. اما تو نیست؟ حالا نوش جانت. شما نمیخورین جنرال صاحب؟ میخورم، ما میخورم. بخو نشرم. خانمی جام ای که از یاد خوش داشت. بسیار مزه‌دار است جنرال صاحب. راست میگی؟ سنجر، باید با تو یک چیز نشان بدم. بفرمایید جنرال صاحب. حتما کلی چیز فهمیدم. ما باید پیشتر شروع کنم. صاحب ایران مشناسی سنجر؟ اردام در منطقه بیکوز یک فابریک است. امکان داره جنرال صبری را اونجا پنهان کرده باشن. سالا قبل بسته شدن. درست است، همیال اونجا میریم. کم سرعت بگی. حالا عجله کو. ای کلید مشناسی جنرال؟
جنرال صاحب، ما چی بگویم؟ دی باره ما به شما چی بگویم؟ چی چاتیات میگه ها؟ درست است. تا با امروز تمام رازهای خود امرای تو شریک ساختیم. در سختترین شرایط امرایم بودیم. حال ایگا پاره که با تو گفتم با هیچ کس دیگه نگفتیم و گفتم نمیتونم. جنرال صاحب، ما امراض سابقتان هستم. هیچ وقت رازهای شما را پیش کسی دیگه افشا نمیسازم. تبت بچه من نیست. چطور امکان داره جنرال صاحب؟ او زن مرا فریب داد، اما جزای خودم دید، از بین رفت. قبل از ما او را کسی دیگه از بین برده بود و ای کلی بندم میفهمی از او است. ما درست متوجه نشدم جنرال صاحب. شاید دیگه. ما از تو معلومات میخوایم. میخوایم که او شخص پیدا کنی سنجر. امرایم کمک کن. در بین شما یک شخص است. تو او را حتما میشناسی. هر کاری که میکنی برو او را پیدا کن. اگر ضرورت شد تمام قرارگاه را بپال. او را برم هرچی عاجل پیدا میکنی. او را با دستای خود از بین میبرم و در خون خودش غرقش میکنم. بگی سنجر. حالا قدرت کارای از این خانه یک بار بیرون شو. میبینم وقتی که محافظین امرایت نباشه چی میکنی؟ بی‌کفایتی حکومت کاملا واضح است. قسمی که در واقع بمبگذاری معلوم شد ای بارم دولت کاملا چاپ است. اما نظر به تحقیقاتی که انجام دادیم معلوم میشه پشت ای حادثه اختطاف وکیل زندانی ابراهیم اویگون دست داره. تحقیقات ادامه داره. سخنگوی دولت میگوید کشور بسیار در وضعیت حساس قرار داره. همه چیز واضح است. رژیم ما دموکراسی است و به فاسدین در کشور ما جایی نیست. و به این گپایشان خواست جواب کسایی را بده که میگفتن حکومت ما چاپ است. در آخرام گفت که اردو هیچ وقت در سیاست مداخله کرده نمیتونه. رانا بله. شاید هم اینجا باشه. همی که بفهمم داخل میرم. به طور پنهانی داخل شویم. امکان داره در داخل نفر باشه. یک کار باید کنم. پیش از اونا باید کسات با پدرم برسانم. بیادرم وقتی که خبر شد ما فرار کردیم و کست همراه ما زیاد ورخطا شد. قبول کرد ملاقات کنیم. مادر ببینین، اگر تبت اونجا نمی رسید ما را از بین می بردن. همین امروز ای حادثه رخ می داد. باید از این کار منصرف شویم مادر. اما وقت کست همراه ما نبود جانم. حالا یک تضمین داریم. اگه او کست نگیره به ما هیچ ضرر رسانده نمیتونه. کست هم در خانه می باشه. وقتی که من میراث خود پس گرفتم بس فیلیز به اردم زنگ میزنه و کست به او تسلیم میکنه. این قسم چیزایی را که از دست دادیم اونا را به دست میاریم و قدرت کارایم در تمام عمر از زندان بیرون نخواهد شد. ای بار فرار کردن نمیتونی. متوجه باش پدر جان.
میبخشین اینجا بیاین. تو کی هستی؟ یه آدرس گم کردیم بیادر جان. اگه بلد هستی میشه همراهیم کمک کنی؟ آدرس چی؟ ما آدرس مدرس نمیفهمم. چی؟ فقط میخوایم همراهیم کمک کنی. بیادر از اینجا برو. ما آدرس بلد نیستم فهمیدی؟ چی میشه کمی به مردم کمک کنی؟ چی میشه کمی خیر اندیش باشی؟ باز وقتی حالتا سرت نمیایه. چطور؟ مخابره رو بگیر. گرفتم بیادر. وقت پوره شده. حالا بیا که بریم دیگه ایلیف. مادر، بهتر است یک بار همراه دنیز گپ بزنیم و کمکمو میکنه. بیادر شما بسیار خطرناک است خانم رنا. ایلیف حق به جانب است. نه ترسین. کل چیز تحت اداره ماست. این کار امروز خلاص میشه. درست است؟ این کست که است تمام چیزایی را که گم کردیم به ما پس میده. از همه مهمتر آرامش به ما میاره. نه قدرت میمونه و نه سنم. حالا بیا که بریم دیگه. فلیز، این کست پیش تو امانت است. درست است؟ من به ایلیف یک موبایل میتم. شمارش اینجا نوشته میکنم. اگه کدام گپ شد باز برش زنگ بزن. کست باید به امنیت ببرید. درست است؟ دنیز، جنرال صبری کجاست؟ گفتم جنرال صبری کجاست؟ در داخل است. چند نفر در داخل است؟ 6 نفر. میخواین جنرال از بین ببرن. این قسم است ها؟ دنیز، من یک مفکوره دارم. ابراهیم پیش تو امانت است فلیز جان. درست متوجهش باشی فهمیدی؟ میفهمی که او احمق هر کار از دستش ساخته است. هیچ ازش دور نشی. شما تشویش نکنین. اما متوجه سنم میباشم. شما به من زود خبر بدین. درست است که زود بردم کسی تا برسانم. ای بار داستان بیادرم و سنم به پایان رسید. دیگه نجات پیدا نمیکنن. حالا بیا که بریم دخترم. ما رفتیم. احمقا، شما برین. پیش از که اونجا برسین من کست خواد گرفتم. او وقت چی خواد کردین؟ زود به دروازه پشت سر بیاین. 2 نفر میخواستن به داخل برن. در آخرین لحظه دیسگیرشان کردیم. زود باشین. اسین، یک بار برو ببین چی گپ است. ما هم امرای جنرال صاحب می باشم. شما خانه میتونین به گپ یک تروریست اعتماد کنین. شاید او را کشته باشه و کدام جای انداخته باشه. جراتی کارا کردن نمیتونن. در روز روشن اونا از قرارگاه او جنرال اختطاف کردن. مستقیما اردو را تهدید کردن. بله، در تمام تاریخ ما یک قسم یک کار نشده بود. هر چی زودتر باید یک کاری کنیم. امیدوار هستم که ناوقت نکنین. در این حادثات وقت بسیار مهم است و وقت بر علیه ما میگذره. حال وقتش رسیده که باید فرمان مرگتان از صادر کنم. میبینم که کسته کجا هست. داماد! هر دامه را پوشش بده داخل میرم. قدرت شاید حال حرکت کرده باشه. ایلیف، این موبایل بگی. اگر مره چیزی شوه به فلیز زنگ بزن. درست است؟
کست باید به امنیت ببره. فقط تا وقتی که ما چیزایی را از دست داده خود پس نگرفتیم او را نبره، چون که قدرت زود خبر خواهد شد که کست به امنیت رسیده. او وقت باز نقشای ما خراب میشه. مادر بس هست دیگه، این کار بسیار خطرناک معلوم میشه. خواهش میکنم این کار نکنین لطفاً. نترس دخترم، این کست فعلا پیش ماست. قدرت کاری کردن نمیتونه، کاری نمیکنه که او کست به امنیت برسه. درست است؟ حالا خدایا این کار زود خلاص کو که این کسته بردارمشان تسلیم کنم دیگه. نمیفهمم. این قندولک شیرینک قند خاله خود. آی جان تو دیگه خلاص شد. پدر تلفونت جواب بده. بگه تلفن را جواب بده. اگر سنم بود قطع کن. بله خانم سنم. پدرتان وقت نداره خانم سنم. میفهمم که پدرم امرایتان است. برش بکنین. اگه تلفن ما جواب نده بزرگترین اشتباهی زندگیش خود بود. نه پیش ما یک کست است و باید گپای ما بشنوه. آقا میگه پیش ما یک کست است. اگه جوابتون خوب میشه. ایچ احتیاط است. بله پدر جان گوش کنین. ماده خانه لیپشان هستم. اونا مرا بندی کرده بدن به مخاطر برات زنگ زده نتانستم. پدر درباره تو یک کست پیششان است. اونا میخواستن گیره به پلیس بدن، اما میفهمی که دخترت چی کرد؟ دخترت کست گرفت. باور کن. خبر دارم او کست خالی از دیوانه. پدر جان خالی نیست. امی قسم گفت که پر از تو را فریب میده. امی قسم گفت. پس میریم. یک نفر دیگر روان که رنا را از اونجا بگیره. رنا جزایی کارتا حتما برات میتم. رنا اونجا چی گپ است؟ زود گزارش بده برام. اسلحه پایین کو. گفتم پایین کو. عجله نکو. چی میخوایی؟ زنده باشی بیادر.
کنین عجله کنین اون مادره تعقیب کنین عجله کنین زودتر برین زود شو فلیز زود شو جواب بده فلیز فلیز جواب بده احمقای پست جنرال صبری کجاست جواب بده تو مرا زدی؟ صبر کن بله او خانم گرفتم در موتر است دینیز تو چرا جواب نمیدی؟ جنرال صاحب اردام جنرال صاحب شما خوب هستین؟ خوب هستم دوست تا رها کنم میخوایی کجا بری؟ گوش کو چی میگم اگه او را چیزی شده باشد تمام شما را از بین میبرم خون گرم هستی اردام چی میکنی؟ مرا اعلام کو گفتم اعلام کو بله یک پلیس همراه یک نفر آمده بود هر دوی شاید دستگیر کردیم چی کنیم هر دویشان از بین ببرین ابراهیم کست امکان نداره او دختر کسیف کسته همیالا باید به حلیف خبر بتم
جنرال صاحب شما خوب هستین؟ خوب هستم. اردام خوب هستی؟ حالا الیف موبایلت جواب بده. خدا کنه که به ملاقات نرفته باشن. خدا را شکر. فلیس همیالا کسته به مرکز امنیت ببر. الیف اصلا اونجا نره. زود پس بیاین. اصلا هم کسته گرفته. صدای من بشنوی اصلا به ملاقات نره. حالا دیگه بسیار نوقت است. فلیس. خدایا حالا من چی کنم؟ مادر. حداقل شما خود تلفنتان جواب بدین. زود شوید. در این وقت چارجش خلاص شد. کی زنگ زده بود؟ نمیفهمم، شماره ناشناس بود. انشالله که کدام گپی نشده باشه. تو کجا میری پدر؟ کجا میری؟ خدایا خودت همراه ما کمک کن. حالا چی کنیم؟ اما باید هرچی زودتر پیش اردامشان برو. جنرال صاحب اما خطر بساز. حالا دیگه وقتش رسیده. با زودترین فرصت به مطبوعات اطلاع میدیم. تو باز چی میخوایی کنی قدرت کارای؟ چی پلان داری؟ تو بیرون برو. رانا هیچ اوشیار نمیشی هیچ. تو ظالم هستی. اما ای بار به من هیچ ضرر رسانده نمیتونی، به خاطر که پیش من یک ثبوت بسیار خوب است. اگر به من ضرر برسانی او ثبوت پیش پلیس میره. زیاد گپ نزن. او کست برم بته. او کست تصمیم زندگیم است. اگر با مرم جایش نمیگم. خب اگر ما دخترت بکشم باز در او صورت هم برم نمیگی؟ به یک تار موی دخترم ضرر رسانده نمیتونی. اگر ضرر برسانم باز چی میکنی؟ تا وقتی که او کست همراه ما باشه تو به یک تار موی هیچ کدام ما ضرر رسانده نمیتونی. رهنا تو بسیار ساده هستی. امو کست خود نمیگه که از خانه شما صنم گرفته بود و با ما آورد ها؟ صنم مادر. بگین امضا کن.
از تمام میراثی که داری منصرف شو. دختر نواسید 1 لیرام به دست آوردن نمیتونن. وعده بده که همراه اونا غرض نمیگیری. هر کاری میکنی همراه ما بکو. تو در وضعیت نیستی که همراهیم کلاشخی کنی رانا. الا امضا کن. پنج دقیقه بعد شروع میکنیم. کمره آماده است؟ آماده باشین. این خود جنرال صبری است، چطور امکان داره؟ جنرال صاحب شما گفتنی نداری؟ کیها شما را اختطاف کردن و وضعیت صحیتان خوب است؟ دوستا معلومات براتون داده خواهد شد. آرام باشین. امضا کدام. حالا دیگه مرا راحت بان. البته. چرا نه؟ خبرنگارای محترم، نماینده‌های محترم مطبوعات، امروز یکی از نقشه های شوم دشمن اردوی ترکیه با کمک یکی از جوانای شجاع وطن افشا شد و این خائنین میخواستن که ما را از بین ببرن و این خائنین کشور میخواستن که اردوی ترکیه را ضعیف بسازن و میخواستن که اعتبار چندین ساله ما را از بین ببرن. اما از این گپ غافل بودن. این ملت که چندین عصر پیش استقلال خود به دست آورده بود همیشه به دین و ملت خود وابسته بوده. امروز هم دیدیم که اردوی قوی ترکیه از تمام مشکلات موفق بیرون به در آمد و این مشکلات موفقانه سپری کردن و این کارم از برکت قماندان قهرمان ما دینی زایدین صورت گرفت. این ملت و این اردو تا وقتی که قسم اولادای وطن پرست تربیه کنه و یک جنرال صبری بره از پشتش هزاران دینیز خواهد آمد. هیچ کس مانی کار نشده و مانع شدام نمیتونه. شما شاید باشین دیر یا زود اشخاص وطن فروش که با ملت ترکیه بازی میکنن از طرف اردوی ترکیه به زودی از بین خواهد رفتن. حالا دیگه وقتش رسیده که از تو نجات پیدا کنم. نخیر دنیزی بار خود جواب بده، لطفا جواب بده. ما احسانمند تو هستم مردم. بله ایره خوب باید باشی. اقدر مغرور نشو دیگه. در ساحل یک شیرینی برات میخرم، درست است؟ بله قبول دارم. بله دنیز خواهش میکنم زود اینجا بیا. قدرتکارای مادرم از بین میبرن. ایلیف تو کجاستی؟ ایلیف مادر مادر تو چی میکنی؟ ایلیف مادرت بگی از اینجا برو. من میفهمم که همراه انسان پس چی کنم. مادر کلتان از بین میبرم. کلتان. تو هنوزم گپ میزنی؟ تا چند دقیقه دیگر صدای تام چپ خواهد ساختم. از اینجا برین. حالا برین. تبت خواهش میکنم این کار نکن. شما مداخله نکنین. این احمق باید بمیره. تبت تو کاری نکنی لطفا. ما بعدی نیست خبر داریم تا چند لحظه بعد میرسم. این مستحق جزایی که از میبینه. خواهش میکنم دست با خونش آلوده نساز. این باید جزا ببینه. این برش کافی نیست. این باید بمیره. این قاتل است. مادرم کشته. مادرم. اسلحه هم نیست.
کجاست این احمقا؟ جنرالا میکشن، زود باشین. روز حساب فرا رسید قدرتکارای. حالا دیگه شما برین. حالا تبت او اسلحه را بان، لطفاً بانش. شما چرا به این آدم رحم میکنید؟ زندگی همگی ما را کسی که تبا ساخته همی احمق نیست. این کاملا مستحق مرگ است. تو مرا میکشی؟ ها؟ تو اوقات جرات از کجا کردی؟ از کجا؟ افرادم در راه هستن، چند دقیقه بعد اینجا میرسن. اما گیتان از بین خواد بردم. بس است، بس است. تبت خواهش میکنم صبر کن. بس است دیگه. گوش کنی، این کارا نکنی. حالا دیگه تمام شد. این کار برگشت نداره. ایلیفا گرفته از اینجا برین. ایلیف حالا حالا دیگه ایده بین ما و او است. ایلیف بعد این زنگ بزن، باید عجله کنه. بیای حالا. یک دقیقه بده. بده ایلیف دنیز عجله کن. تبت اینجا جنرال قدرت هم میخواه با من بزنه. تو خوب هستی؟ همراه کی گپ بزنی؟ موبایل بله بله ایلیف صدای من میشنوی؟ ایلیف دختر من نکن. گفتم موبایل بته. کمک کن. اردام عجله که قربانت شم. جان ایلیف در خطر است، لطفاً بته. گفتم موبایل بته. ایلیف حالا دخترم بده. این رقم ده یک لحظه از بین رفتن نمیتونی قدرت کارای. باید همه چیز به من بگویی. چرا مادرم کشتی؟ گپ بزن. من بسیار میخواستم که مادرت بکشم، اما ایده قسمت کدام کس دیگه بوده. دروغ میگی. مادرم کجا بردی؟ جسدش کجاست؟ زود باش بگو. هر کسی که پدرت هست برو از او بپرس، فهمیدی یا نه؟ او مادرم بود بی غیرت. درست گپ بزن. گوش کن. با آخرین بار ازت میپرسم، مادرم کجاست؟ گفتی مادرت کجاست ها؟ در جهنم از، برو بپالش. بس از قاتل. بس از دیگه، تا همینجا بود. بس از. درست است. صبر کن برات میگم. مرا نکش. ما برات دانه دانه کلا چیزا میگم، فهمیدی؟ احمق بگو. درست است. من نمیفهم که او را کی کشت، اما میفهم که قبرش در کجاست. برات میگم. چی رسایی داری بزنش؟ ترسو اینجا بیا. ظالم بیعقل. از اینکه تو پدر مسیح خجالت میکشم، اما میفهمی ای به تو بزرگترین جزا است. تو با مرمی که اولادت بالای چیلیک کرده جان خود دادی. کدام اولاد؟ احمق، اولاد چی؟ کاش از مادرت میپرسیدی که پدر تو کی است. تو ای چیز من نمیشی. نه اقاربم هستی و نه پدرت هستم. ایره در ذهنت جای بده که من پدرت نیستم. میفهمی تو اولاد من نیستی احمق. جواب نمیتردم. چی میشه؟ زودتر برسد قید شم. زود باش. درست است دنیز. یادم چی شد؟ او باید میامد وقت مرا میگرفت. آدمای احمق فکر میکنن که مرا فریب میتن. من فریب میخورم؟ ها، من فریب میخورم؟ خب حالا چی کنیم مادر؟ کستان پیش سنم است، ما هیچ ثبوتی نداریم. کم پیشتر یک ساختمان است. از اونجا به دنیز زنگ میزنیم، کلی چیزا برش میگیم.
اونا سرمه پیدا خود کردم. درست است. چی شده؟ آهای خدای من، این موتر تیل خلاص کرد. حالا دیگه حالا استاد خود شد. مادر هنوز خیستاد نشده دختره. یک پدر بچه خود دوست نمی داشته باشه؟ ها؟ دوست نمی داشته باشه؟ اما ما دوست نداشتیم دیگه، چی کنم؟ دوست نداشتیم. خونم امرای جوش نخورد، نشد، اما گناه من نیست. نه خیر، این دروغ است. دروغ است. اگر دروغ می بود مادرت نمی مرد. کسی که عاشقش بود او را نمی کشت. حالا برو او را پیدا کنی. کاری که با مکدی بابام که احمق. تو جرأتش داری؟ ها؟ برین یکی دیگه تونه از بین ببرین احمقا، از بین ببرین. بخیست دیگه احمق، بخیست استاد شو. من خنک میخورم. بله، کجا هستین؟ حالا زود بین. کم مانده، فقط 10 دقیقه بعد میرسیم. یکم عجله کنین، عجله کنین، عجله کنین. خدا لعنتت کنه، تا که تیلم رسیده نتونستم. حالا چی کنیم مادر؟ پایین میشیم، شاید یک نفر پیدا شود که ما رو ببره. مادر یک موتر میاد، شاید دینیزشان باشد. صبر کنین، استاد کنین، استاد کنین لطفاً. او خانم رنا نبود؟ بله جنرال صاحب، امیال خانم رنا رو دیدیم. در سر سرک بودن، حتما موترشون خراب شده. گفتی رنا؟ پس خوب است. اورام بگیرین، اورام بگیرین، فهمیدن؟ اورام. مادر، اونا پس آمدن. موتری طرف میاد. حتما میاد شاید کمک ما کنن. کنن. بسیار زیاد تشکر میکنم. موتر ما تیل خلاص کرد، میشه که به ما کمک کنین آقا؟ البته ما به شما کمک میکنیم. در طول بکس موتر ما شاید تیل باشه. زنده باشین، خداوند از شما راضی باشه. بیادر از شما یک چیز خواستم میتونم. میشه موبایلتان بتین تا یک جایی زنگ بزنم؟ البته. از زود بعدی نیست زنگ میزنم. مادر، اینا نفرای قدرت کارایی هستن. فرار اونا فرار میکنن، بگیرشان. من بسیار خنک میخورم. برو زود شو، استاد نشو، برو یک چیز بیار که خنک میخورم. حرکت نکنین، استاد شوی.
برو 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 برو. ایلیف کجاست؟ خانم رنا کجاست؟ وضعیتی خراب است. گپ بزن قدرتکارای اونا کجاستن؟ گپ بزن گفتم کجاستن؟ قدرتکارای اونا کجاستن؟ بانش دینیز بیاز کم مانده بمره. امبولانس بخوایم. بشی اینجا. در اینجا مرا پیدا کردن نمیتونم. پنهان شو. تو برم جواب بده. اونا کجاستن؟ فقط دختر چادر پوش دیدم. دیگه هیچ کس ندیدیم. اونا با من زنگ زده بودن من اینجا خواستن. چرا دروغ میگی احمق؟ بگو که کجاستن؟ گپ بزن بگو که کجاستن. جواب بده. دوست نزدیکتر از خواهرم شنایی. حالا پیدای ما خود کردن. آرام باش. شاید رفته باشن. هنوز اینجاستم. این طرف آمدم. گوش کنی که سرت بالا نکنی. درست است؟ خدا پنهان کن. بس از دیگه از این بیشتر وقت ما رو ضایع نکنه. شما که در کنارم باشین. هر مشکلی که بالایم بیاید هیچ برام مهم نیست مادر جان. جانم دختر قنده. هر قدر که به خاطر داشتن تو وری یک دختر افتخار کنم بازم کم است. حالا دیگه اگه خدا جان من بگیره چشم باز نخواد بود. بیا احمق. ایلایم گفتم. تو از ما چی میخوایی؟ ما از تو چی میخوایم ها؟ کوشش میکنم دنیا را از آدمی مثل تو نجات بدم. حرکت کو. ایلایم بیا. مقصی تو از ما چی میخوایی؟ ایلایم گفتم. کی امرای کی غرض داره؟ این بار آخر است. دفعه کاری که در جنگل نیممان میخوایم تکمیل کنم. اولیا کافی نبود رفتی به جان الیف کافی نبود نوبت طفل رسیده. کی پشت کی را گرفته احمق؟ بریم. حرکت کو. بیا. ایلایم گفتم. بریم. احمقی رای آخرت است. تو را به داخل اونجا خواد انداختم. حرکت کن. بریم گفتم. بیا پایین گفتم احمق. بیا بخیز گفتم ایلایم قسمه که اولیا را غرق کردیم هم تو را غرق میکنم زندانه میمونم. قدرت جان چی گپ هست؟ تو را چی شده جانم؟ با تو کی خبر داد جالا؟ ای که کی خبر داده چی اهمیت داره جانم؟ چی شده؟ کی جرأت این قسم یک کار داشته میتونه جانم؟ ای که کی اقا جرأت کرده چی اهمیت داره؟ مهمی است که او زیاد عمر نخواد کرد. خانم دکتر وضعیتش چطور است؟ لطفا شما یک چیزی بگویین. اول تر از همه شفا باشه. امبر میره کشیدیم اما وضعیت زیاد نرمال معلوم نمیشه خانم جاله. باید تحت تداوی باشه. جالا تو خانه برو مام شام میایم. نخیر جانم من تو رو این قسم تنها نمیمانم. جالا لطفا چیزی که گفتم انجام بده. درست است هر قسمی که تو میخوایی اما متوجه خودت باش. درست است. دکتر صاحب میشه چند از امروی مریض تنها باشم؟ اظهاراتشو میگیرم. درست است البته.
پشت دروازه کسی است؟ یک مامور پلیس است جنرال صاحب. درست است. کست کجاست؟ سنم کجاست؟ اوضاع بسیار گدوت شده. اونجا رفتم اما دخترتان را پیدا نکردم. یعنی چی احمق؟ اما ای را پیدا کردم. ای دزبند سنم است نه؟ و احتمال زیاد دخترتان اختطاف کردن. وقتی که اونجا رفتم فقط امیره پیدا کردم. شما کلتان احمق بیکار هستین. ها؟ خداوند خود جزایتان بته بدرد نخورا. یک کارم به درستی انجام نمیتین. زود باش محترمه آماده کن. باید همیال از اینجا برم امیاله. اطاعت میشه جنرال صاحب. دخترم شاد دختر مقبول من. دخترم زیاد پشت پدر خود دق شده بود. بسیار زیاد پدر. مام زیاد پشت دق شده بودم. هیچ چیزی نپرس آقا طبه. تمام شب پدر گفت هیچ نخوابی. صبحم بسیار اصرار کرد. پدر جان من خوب بدون شما نمیخوابم. دختر شوخم مرا چندین بار از تخت پایین انداختی. من امروزم کم کار دارم. اینا مستقیم پیش شما میارم. شب باز پشتش میام. درست است؟ مشکلی نیست آقا طبه. شام میبینیم باز. خداحافظ دخترم. پدر جان مرا چرا پیش مادر کلانم نمیپری؟ شما گفته بودیم که اونا مریض هستن باید به دیدنشون بریم. پدر جان چرا گریه میکنی؟ چیزی نیست دخترم، چیزی نیست. پدر ما وقت پشت شما دق بشم گریه میکنم و شما پشت مادر کلانم دق شدید. حالا که پیشش بریم. دیگه پیش مادر کلانت رفتن نمیتونیم. زود باشین برایم. حالا صدایشون از بسیار نزدیک میاد مادر. اونا یه طرف آمدن. خب حالا چی کنیم؟ اعصاب ما رو خراب نکنه. خدا نشان بده. حالا یک دقیقه. صدا تو طرف آمد. بریم مادر عجله کنین. زود سوار شو. بفرمایین آقا. چی کردن اونا را گرفتن؟ در کدام گوشه خدا پنهان کردن. به زودی پیداشان میکنین. احمق های بیعقل. شما دو زنم گرفتن نمیتونین. کجا هستین؟ در سرای موترای کنه. درست است. خوب گوش کنین که چی میگم. ای جور است. بله جور است. اما شما کی هستین؟ با تو چه که ما کی هستیم؟ تو برو کمی قدم بزن. دایی گوشه و کنار دو دانه زن آمده. تو دیدیشان؟ نه بیادر جان ما هیچ کسی را ندیدیم. درست است. حالا برو دیگه. یک بچه ای طرف میاد. صبر کن یک دفعه ای طرف بیا. بچه میشه با ما کمک کنی؟ ما با کمک ضرورت دارم لطفا. اونا شما را میپالن خانم. بله ما را خود کشتن. لطفا با ما کمک کن. بیبی ما برات یک شماره را میدم. دو زنگ بزن و به اونا خبر بده که ما اینجا هستیم. جنرال صاحب او آدم میگه که نه خانم رنا و نه الیف هیچ کدامش ندیده. اردم فعلا به تحقیقات بردش. ازش میپرسه که چی کنه. ما باید کار قدرت متوقف بسازیم. تمامی کارا را به زور کس انجام میده که حمایت میکنه. او هر کسی که باشه
قادر است که تمام دروازه ها را باز کنه. تا زمانی کوره به زمین نزنیم نمیتونیم قدرت متوقف بسازیم. حق با شماست جنرال صاحب. شماره جدید است. بله. برفین یادر برفین خواهد. قربان چاومی قسم نکن. تو نمیفهمی که من تو را چقدر دوست دارم؟ اگه دوستم میداشتی گپ ما قبول میکردی از من منصرف نمیشدی. برفین کی گفته که ما از تو منصرف شدیم؟ دوران ولی از خدا غرضش نگی. بیشرف دوران تو احمق به خود مینازی ها؟ بچی؟ بی حیثیت دوران این کار نکن. بگو دوران تو امو کسی نیستی که در خانه منو کری میکنی؟ تو از نانو نمک ما میخوری؟ ها؟ امو کس نیستی؟ با کدام جرات به برفین چشم دختی ها؟ با کدام جرات؟ دوران بگو بیشرف بیادر یک خانم شمالی تا برام داد. دستارای مطالعه کنه خدا پنهان کتن. 2 نفر اونها رو میپالن. درست است. زنده باشی. خداوند ازت راضی باشه. جنرال صاحب جای ایلی فشار پیدا کردم. تنها نرو. هر قدر قدرت و مهمات ضرورت داری ببر. اطاعت میشه جنرال صاحب. برای فعلا لازم نیست. اگر کدام وضعیت عاجل پیش آمد براتون خبر. متوجه باش. اطاعت میشه جنرال صاحب. شاید او بچه زنگ زده باشه. خدا کنه که زنگ زده باشه. او آدم هم هیچ جایی نمیرن میبینی؟ از من نجات پیدا کردن نمیتونین. ما در کل جای هستم. در کل جای شما را تماشا میکنم. این آخرین چانستان است. یا تسلیم میشین و یا هم. اقا احمقام نیستن که ایره نفهمین ها؟ رانا ایره پیش خود فکر کن که چی را از دست میتی؟ تنها چیزی که داری او را از پیشت میگیرم و هم بدون ای که بالایت رحم کنم. فهمیده شد جنرال صاحب. چی میگه؟ گفت اگه شما اونا رو پیدا نکنین از بین میبرمتون. این طرف میاید. اینا چی رقم انسان هستن مادر؟ از ما چی میخواین؟ ما همراه اونا چی کردیم؟ گناه ما چی است؟ برحمی قدرت کارایی است دیگه دخترم. اما از تمام اینا نجات پیدا خود کردیم. ما برات وعده میکنم نجات پیدا میکنیم. درست است؟ هرگز تو را به اون رها نمیکنم. هرگز. اگر لازم شود خدا به خاطر تو فدا میسازم. تمام نفسم، جانم، تمام زندگیم فدای تو. بعد از سالها شما را پیدا کردم. تحمل از دست دادنتان ندارم. به خاطر شما حتی راضی هستم بمارم، اما نمیخوایم به شما کدام ضرر برسم. کمک کنین لطفاً. لطفاً صدای من بشنوید. کمک کنین. کمک کنین. جیغ نزن احمق، جیغ نزن. غیر از گرگ و پرنده هیچ چیزی دیگه اینجا نیست. تو چی میکنی؟ چوب باش. اگه زیاد گپ بزنی ایره در پایت نیه بلکه در دهنت بسته میکنم. این کار نکن. لطفاً این کار نکن. برم بگو در کل کارا تو هم دستم نبودی. طفلی ایلیفا یک جا اختطاف نکردیم. از من پول نگرفته بودی. بگو برم. راست میگی احمق، راست میگی، اما عقل من سر جایش آمده. این کارا پول پاک کردن همه تو را تنها خون پاک میکنه. خون. لطفاً این کار نکن. لطفاً کمک کنی. کسی هست؟ بابا این طرف یا تکان بخور. لطفاً کمک. زنده نمیمانمت. جیغ نزن.
مادر، اونا بسیار نزدیک شدن. حالا کاملا زمان درست است. وقتش رسیده. مادر جانم شما را بسیار دوست دارم. مام تو را زیاد دوست دارم دخترم. تو چی میکنی؟ مادر بانه دیگه شانس نداره. من دیگه تحمل عزیز دادن شما را ندارم. خواهش میکنم مرا بانه. نه خیر، امکان نداره. از اینجا هر دوی ما یک جای میریم. درست است؟ تو را هرگز فدا نمیسازم. هرگز. تو مادر داری. اگه یک نفر خدا باید فدا بسازه او من هستم. الیف، این قسم نمیشه دخترم. ببین حالا طرف پارک جدید میدویم. درست است؟ فهمیدی جانم؟ آماده استی؟ آماده هستم. حالا مادر شما چی میکنه؟ برا نبر. سرم عصبانی باش اما از اینجا نبرای. درست است؟ همینجا باش الیف. اگه کمیون مرا دوست داری همینجا باش. به خاطر دنیز همینجا باش. به خاطر بچه. درست است؟ مادر جان نره. مادر این کارو نکنه. مادر جان لطفا مرا تنها نمانه. مادر نرین. خواهش میکنم مادر این کارو نکنه. اینجا بیا احمق. دخترت کجاست؟ نه خیر، او رفت. اینجا نیست. فرار کرد. ازت خواهش میکنم این کار نکن. خانم سنم حالا ارتباط کن. التماسش بکن ندارم. زنده نمیمونم. میکشم تا احمق ساد شو. بخیز گفتم. بلند شو. زنده نمیمونم. بلند شو. میکشم. زنده نمیمونم. بخیز گفتم. این صدا از کجا میاد؟ در این جولگردا زیاد میگرده. هفته پیشم پاکسازی کردن این منطقه، اما فهمیده میشه که هنوزم یگان تاش مانده. مثل که از او طرف صدا آمد. فکر میکنی میتونی فرار کنی احمق؟ حال مادرت میکشم احمق. طرف اشکایت نمیبینم. میفهمم که دمیج هستی. تو سه حساب میکنم. اگر نبرویی از بین میبرمش. نه خیر من میایم. الیف گوش کنی. الیف به ما ضرری رسونده نمیتونن. تو نبرایی دختره. 2 3 که شد میکشمش. حالا گناهش بگردن تو است. از اینکه نخواستی با ما خدا نشان بدی مادرت میکشه. حالا بیا با بار آخر امر مادرت خداحافظی کن. 3 مادر مینا کنه. گوش کنید با مادرم ضرر نرسانه. ایلاش کنه. چی کردی؟ چرا برآمدی الیف؟ شما را تنها ماندن نمیتونم مادر جان. ترساندیم به خدا. با لیاز خدا چرا این رقم میکنید؟ دلم شد کمی آب بازی کنم. شما میخواین داخل هاوس شوید؟ والا بسیار هوای خاص. فکر میکنم نمیتونین شما داخل برین. پشیمان بشین. من خب پشیمان شدم. چه باشه آدم، تو چی میگی؟ دیوانه هستی؟ آبازی چی؟ در این وقت هم کسی آبازی میکنه؟ ما سر و صدا را شنیدیم آمده.
البته حق با شماست. همگی خب مثل پلیس نیست. شما میخواین در حوزه لوکس برین، ازتون چقدر پول میگیرن؟ ما بیچاره خود تو جایا رفتن نمیتونیم. از اون خاطر آمدیم در اینجا آب بازی کنیم. اما با شما توصیه میکنم هوش کنین، داخل حوض نشین که کاملا یخ است. آمر صاحب به نظر می دیوانه است. بر صورت تو هم در اطراف گشت و گذار نکن، با خانهت برو. اطاعت میشه، اما من یک کمی خود آفتاب میتونم که بدنم گرم شه و باز به خانه خود میرم. آی رفیق، آمدیم که زنه غرق بسازم، کم مانده بود خود ما غرق شویم. ما آیسته آیسته از این طرف برم دیگر. ایلیف! ای دنیز است. استاد شو، استاد شو، زود باش. اینا را باید یک جای پد کنیم. ایلیف! ایلیف صدای من میشنوی؟ خانم رنا، اگه صدایت بکشیم یارم میکشمت. ایلیف! را برو، زود باش. حرکت کنین. را برو. سوار شد و فرار کنیم. لعنتی چی شده؟ شما چی میکنید؟ مرا کجا میبرید؟ اعلام کنید! اعلام کنید! وای وای وای، خواهرزاده دوست داشتنیم با دیدن ماما جان خود آمدن. مادرم کجاست؟ امرای او چی کردین؟ مادر دختر امرایم یک بازی انجام دادین و باختین. خب هر چیز از خود یک بدیل داره، اما تو نیست. مادر امرای شما چی کردن؟ مرا اعلام کنین. تو چقدر ظالم هستی؟ اعلام کنین. اعلام کنین. مادر جان شما خوب هستین؟ الیف دخترم. رنا، تو اعتبارت دوباره میخواستی اما تو نیست. میفهمی با تو یک اعتبار باتم که تمام ترکیه تو را خواهد شناخت. میایم سر اصل موضوع. حال امرای تو یک بازی انجام میتم چادر پوش.
تو را آزاد می سازم و تا فردا ساعت 8 سنمه امرای او کست با من میاری. اگه این کار نکدی از مادرت دست بشوی. تو چی میگی؟ مثلا من از کجا پیدا کنم؟ ما خو گفتم این یک بازی از شادر پوش. تو خواسته های مرا انجام بده و مادرت بگی و برو. اگه خواسته های مرا انجام ندی این لباس را که در جان مادرت میبینی آخرین لباس خود بود که مادرت میپوشه. البته در جمع کفن حساب نمیگیریم. هوش کنی یه قسم یک کارا نکنی و آدم میکنم. سنمه پیدا میکنم، دخترت برات میارم. مادرم غرض نگی خواهش میکنم. درست است چرچرک، درست است. این قول قدرتکارای است. دقیقا فردا ساعت 8 کست بیار. اگر ای توسط ای بم مادرت زندگی خود از دست خود داد متوجه باشی. ای را ببرین. اعلام کنه مادر او را نبرین لطفا. باید آخرین بار او را دو آغوش بگیرم. مادر جان لطفا این رقم نگوی. همه چیز خوب میشه براتان وعده میکنم. اعلام کنید. درست است رهایش کنین. مادر جانم روی شما چی کردن؟ مادر جانم تو فکر من نباش. از اینجا برو. درست است. خواهش میکنم مرا ترک کن. امکان نداره. هرگز شما را ترک نمیکنم. شما را نجات میدم مادر جان. وعده دختر یک دانی من تو را بسیار آزار دادم. قند مادر حقت برم حلال کن. درست است. اولاد بالای مادر حق می داشته باشه. ما همگیش فراموش کردم مادر جان. اینو فراموش خواهد کردیم. وعده میکنم که بعد از این بسیار خوشحال می باشیم مادر. جانم دخترم تو را زیاد دوست دارم. از نواس من بسیار خوب مراقبت کن. درست است. مادر جان خواهش میکنم این قسم گپ نزنید. هر دوی ما نجات میافیم مادر جان. دخترم دخترم قنده ایلی. درست است سنه را تراجید نسازین. حالا جدا شوین. زود شوین ببرینش. دخترم ایلی تو را زیاد دوست دارم دخترم. حقت حلال کن دخترم. مادر وعده میکنم شما را نجات میدم. هم سنمه هم کستم یارو میره فراموش نکنه. قدرتکارای باز از شفاخانه فرار کرد. وقتی گپ قدرتکارای باشه دروازه باز میشه. ما دیگه از دست آدم خسته شدیم. حتما یک اشتباهی دگام میکنه. اونا میتونه از هر جنجال قسم خدا بکشه. دیگه چی باید بکنیم مردم؟ ما را ببی آمدیم دادان خانهش منتظر هستیم. او دیوانه است که بیا به خانه خود. دینیز یک راه و چاره پیدا میکنیم. کمک کنید. لطفاً کمک کنید. منو نجات بده. اگه نه غرق بشم. یاد ماست. کاکای الماس شما در اینجا چی میکنین؟ دخترم الیف در خانه است؟ نه خیر. چیزی شده؟ نواسیم چطور است؟ خوب است. خواب است.
کاکا الماس لطفا بگوین چی شده. فریز دخترم به ایلیف بگو ما انتقام او را و هولیا را گرفتم، درست است؟ همه قسم بگو. کاکا الماس شما چی کردین؟ گوش کنی که پیش پلیس نری، فهمیدی؟ اگر نه مادرت از بین میره و هم توسط شکنجه. بهتر از گپای ما قبول کنی. این موبایل پیشت بگی، شاید جنرال قدرت برات زنگ بزنه. تو باید منتظر زنگش باشی. در اولین زنگ باید جواب بدی. اگر نه ایره خو میفهمی که چی خواهد شد. حالا من چی کنم؟ بیبی فیلیز در پیش دروازه 24 ساعت محافظین ایستاده هستند، درست است؟ متوجه باش، هر گپی شد به اونا خبر بده. حتی وقتی ایلیف به خانه آمد به ما خبر بده. پس ما چی خود کردیم؟ همین قسم منتظر می باشیم؟ ما نفر قدرتکارای تحت نظارت گرفتیم، حتما از او یک خبر به ما میرسه. صبر کن، من میبینم. او بچه من، بچه گلم، چی شده؟ آرام باش، آرام باش. او بچه من، آرام باش. بیبی پدرت آمده، آرام باش. بگیره، بگیر. آرام باش، آرام باش بچه گلم، آرام باش، آرام باش، گریه نکن. مادرت میایه، ها؟ درست است؟ بچه مادرت میای حتما. تو پشت مادرت دق شدی، میفهمم. همگی ما یک جا خود شده. کمک کنید، کمک کنید، کمک. نمیخواد اینجا بمرم، نمیخواد اینجا بمرم. من از بسیار جوان هستم، نمیخواد بمرم. من هیچ کسی خوبی نکده. سرکلکی بسیار ظلم کده. اما هر کاری که کده به خاطر دیلیز، به خاطر تو کده. دیلیز به خاطر تو کده. مرا میپالد. من باید پنهانی داخل خانه شوم. من نمیفهمم که چه قسم بپرسم. ما از اتاق مادرم یک عکس پیدا کردم، عکس شما دو نفر در دوران جوانی گرفته بودین. بله، در دانشگاه امرای مادرت بسیار با هم نزدیک بودیم. ما به خاطر اینجا آمدیم. باید بعضی چیزها را بپرسم در مورد گذشته مادرم. مادرم بعد از عروسی با کسی رابطه داشت؟ یعنی قسم کدام چیز به شما نگفته بود؟ لطفاً خانم شنایی اگه چیز میفهمین بگوین. تبت جان، این سوالت بسیار بجا بود. ما خیره نمیفهمم. ای قسم موضوعات باید امرای مادرت گپ بزنی. چرا امرای خودش گپ نمیزنی؟ کاش که از او پرسیده میتونستم، اما او دیگه زنده نیست. چی؟ مادرم کشته شده. خدای بزرگ من. تباه شدم.
تباه شدم. فلیس دروازه را باز کن. زود شو. باز کن، زود باش. الیف اینجا چی گپ است؟ بچه آی جانم. چطور امکان داره؟ این کار کی انجام داده میتونه؟ کدام غلط فهمی نشده باشه تبت؟ مثل که با کس دیگه رابطه داشته. امکان داره که او یک کار کرده باشه. وای وای وای، کل چیزه فهمید. مادرم یک جا با رضایش از این دنیا رفت. ببینین، اگر شما کدام چیز میفهمین لطفاً بگوین. غیر از شما ایره از هیچ کسی پرسیده نمیتونم. الیف خواهش میکنم یک چیز بگو، مرا نترسان. بسیار اتفاقات بد رخ داد فلیس. قدرت کارایی مادر ما اختطاف کرده. دینیز همه چیز گفت میفهمم. پس چطور تو را رها کرد؟ مادرت کجاست؟ نمیفهمم چطور رهایم کرد. مادرم پیشش است. در مقابل مادرم سنمه همراه کست میخواید. تازه وقت دارم فلیس. اگه اونا را نبرم به من جان مادرم بسته میکنن فلیس. مادرم بابام از بین میبرن. همیالا باید به پلیس خبر بده. صبر کن هوش کنی. او گفت که نباید به پلیس خبر بدی. مام از خاطر از راه پشت آمد. الیف تو با تنهایی چطور میتونی سنمه پیدا کنی؟ خدا میفهمه او مادرت رو در کجا پنهان کرده. الیف لطفاً بی حداقل بعد نیز خود زنگ بزنیم. مادرم پیش اوناست فلیس. اگه تو میبودی چی میکردی؟ اگه تو میبودی مادرت در این حالت تنها میموندی؟ رانا میفهمی با تو هیچ ظلم نمیسوزه. تو با خاطر وادم زندگی خودت تباه کردی. با دخترم چی خود کردی؟ با او به عقل یک وظیفه کوچک دادیم. اگر او به درستی کار خود انجام بده شما را آزاد میسازم. بیبی ما برات یک تحفه گرفتیم، میبینی؟ چطور است؟ تو انسان نیستی قدرت. مرا اعلام کو. خواهش میکنم خواهر. ما میگم که با تو گرفتیم اما تو همه قسم جوابم میتی ها؟ لطفاً کم آرام باش. اما تو نیست کم مثبت فکر کن. لطفاً رانا، لطفاً. بالای بیادرت اعتماد داشته باش رانا. بس است دیگه. بس است. همراهی با بازی نکن. بس است دیگه لطفا. بس است. بس است. سنم، آی سنم، کی چرا باید او را اختطاف کنه؟ کاکای الماس. الیف ما فراموش کردم که برات بگویم. کاکای الماس آمده بود. گفت که به الیف بگو که من هم انتقام تو هم از اولیا را گرفتم. پدرم او را اختطاف کرد.
حالا من چی کنم؟ فلیز باید پدرم پیدا کنم. فلیز ما باید او کاستام پیدا کنیم. الیف امکان داره او رو از بین برده باشه. مثل که بر نجات پیدا نمیکنم. به آخر رسیدی سنم. هر کاری که فایده نکرد نمیتونه. حالا دیگه تماما نیستنم نباینا مثل هولیا وقت بردم. گفته کجاست؟ نیست ده هیچ جای نیست. ها مثل که پیداش کردم. الیف همی نیست؟ همی هست باید زود زنگ بزنیم. بله کاکا جو من الیف هستم. پدرم اونجاست؟ نیست؟ هیچ اونجا نامده؟ درست است زنده باشه. نیست پدرم اونجا نیست. بیازو زیاد وقت میشه که به قهوه خانه نرفتم. ما حالا چی کنم؟ دیگه کس نیست که پیشش رفته باشه؟ نمیفهمم خدایا. خودت برام کمک کن. رفیق میشه بگویی که این سرویس ساعت چند حرکت میکنه؟ 15 کم 10. خوب است تشکر. استانبول دیگه هرگز در اینجا قدم نمیمانم. مرا تباه کردی. بیادر در اینجا تلفن پیدا میشه که زنگ بزنم؟ بیرون طرف راست. خداوند از شما راضی باشه. نیست ده هیچ جایی نیست. هیچ کس نمیفهمه که او کجاست. الیف بهتر است به دینی زنگ بزنیم. می کار ما حل کردن نمیتونیم. بله الیف دخترم. پدر شما کجاست؟ انسانم کجاست؟ با او چی کردین؟ تو هیچ تشویش نکن دخترم. من جزای او را دادم. پدر شما چی میگن؟ من باید سنمه پیدا کنم. قدرتکارای مادرم اختطاف کردن. باید سنمه پیش او ببرم. درست است دخترم اما او خونه است. سنم مرد. مسافرین محترم سرویس ما با مقصد آیدن دهان حرکت است. دخترم حقت ببخش. پدر صبر کنین. ما باید زود اونجا برم. الیف صبر کن. او نگفت که در کجاست؟ فلیز فکر میکنم او با آیدن میره. اردم چی شد و آدم کدام چیز گفت؟ بیادر آرام باش. یک دقیقه اینجا بشین. ببین تمام نفراش رها کردیم. چی میگی بیادر؟ چی چت یاد گفته رئیسی؟ دنیز حتما یک فکر کردیم. بشین. در تمام موتراشون رادیاب نصب کردیم. هر جایی که برن خبر میشیم. قدرت کارای بیا. از کسایی که تحت تعقیب بودن سیگنال گرفته شده. میایم. دنیز الیف نمیخواست که برات بگویم اما الیف آمده بود؟ قدرت کارای در بدل خانم رنا سنمه خواسته. الیف رفت که او را بپالا.
تو میفهمی که او کجا رفته؟ کاکا الماس سنم اختطاف کرده بود حالا با ایدین میره از ایستگاه زنگ زده بودن. کاکا الماس تنها اوجای سنم میفهمه. درست است زنده باشی فلیس، تشویش نکن، حالا میرم اونجا. ما به ایستگاه آیدین میرم مردم. تو همینجا در تعقیب او آدما باش. خانم رنا هنوز پیش اون هستن، فهمیدی؟ رو دینیست. تشویش نکن، من حلش میکنم. اگه کدام مشکل بود برات زنگ میزنم. خداحافظ فعلا. بالاخره ها بند شد. بفرمایین بیادر، درست است، شما رفته میتونید. بفرمایین بیادر جان، بفرمایین بالا شوید. کارو کیه؟ آبکی باز کردی کارو کیه؟ بره بکنی کمک کنی خدا جزایتنه بده. در اینجا خاک مردم، در اینجا غرق خاک شدم، من میمونم. کجا میری بیادر؟ بایدین میرم بیادر، بایدین. راه طولانی است، خواستم که همراهت قصه کنم اما مثل که تو نمیخوایی گپ بزنی. وای معذرت میخوایم رفیق، بیخی فکرم به جای است. من میخوایم با قریه برگردم. استانبول همه چیز ما گرفت، همه چیز ما. نه خانواده برم موندن، نه عزت و نه شرف، هیچ چیز برام نمون. همه چیز ما ازم گرفت. ای تو گپاز بیادر. یک دختر خدا دفن کردم، روی ندارم که طرف دیگه شم سیل کنم. آی الماز احمق، آی احمق، ما این کله را با کجا بزنم، با کجا بزنم؟ اوف 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 اوف. های خدا کنه که نرفته باشد. پدر استارت کنه، لطفا موتر استارت کنه. پدر جان لطفا. پایین چوی الماس. خیلیتی از داماد، باز ما چی کردیم که میگه پایین شده؟ نه پایین شدم. ایلیف تو خوب هستی؟ خوب نیستم دینیز. مادرم هنوزم پیش او است، او را خواهد کشتن. اگه تا صبح ساعت 8 کسی تا پیدا نکنه مادرم توسط بم از بین میبره. تو چی میگی دخترم؟ من خواهیش منظورت نفهمیدم. پدر لطفاً بگوین سنم کجاست؟ زندگی مادرم در خطر است، چرا نمیفهمید؟ من خبرت گفتم، جزایش دادم، جزایش. چه قسم جزایش دادین پدر؟ لطفاً یک چیز بگوین. آل سنم کجاست؟ لطفاً یک چیز بگوین. بگو که او کجاست؟ مغرقه. چی غرقش کردی؟ خدا لعنتت کنه ایلیف. کلش از خاطر توت. مقصر هستی تو هستی. کلش از خاطر توت.
پدر شما چی کردین؟ خدا کنه که سنم غرق نشده باشه. اگه سنم بمره او هرگز مادر من رها نمیکنه. درست است، تو تشویش نکن الیف، آرام باش. بریم. من بسیار میترسم دنیز، من میترسم. او آدم بسیار خطرناک است، هر کاری کده میتونه. این حالت ما را ببین، نه سنم پیش ما است نه تو کسه. چی میگه دخترم؟ پیش او مار کست یا کدام چیز دیگه نبود. حالا وقت نباید از دست بدیم، بالا شویم. بله اردام، درست است، منتظر خبرت می باشم. تشویش نکن الیف، مادرت پیدا میکنه. اردام پیداش میکنه، بسیار نزدیک شده. سرعت بگی، از شهر بیرون بشم، ما نباید ناوقت برسیم. بازش کنین. مرا بکشن که نجات پیدا کنم. خواهش میکنم خواهر، با نظرت من قاتل هستم؟ او چی است؟ همراه ما چی میکنی؟ رانا، تو بسیار پریشان هستی، کم باید آرام شو یا متو نیست؟ نه خیر، من نمیخوایم. نه خیر، مرا اعلا کنین. نه خیر، اعلایم کنین. خواهش میکنم این کار نکنین، آزار میکنم. ندیدی؟ آرام باش، استراحت کن. رانا، سبا تمام مردم ترکیه نام رانا کارای خود شنیدن. اینجا او را غرق کردم. چی؟ کجا؟ او در اینجا نیست. دینیز او نیست. دخترم حتما او غرق شده. درست است، من داخل حوض میشم. من پای او را بسته کرده بودم، متوجه خود باش. چی؟ محترم اونایستا، چراغ را خاموش کنین، متوجه باش. فکر میکنم ده همین استیکی هست. منتظر امر ما باشین، مرا تعقیب کنین. بسیار خوب است. ما میخوایم سبام درست اما قسم یک خانم خوب باشیم. خوب است. دنیز کمک کن، این بسیار دیر در داخل آب مونده. هنوزم زنده است؟ زود شو. نه خیر، تو نباید بموری. زود شو، چشمای باز کن. الیف، درست است، آرام باش. مرده دیگه. نه خیر، این نباید بموره. زود شو سنم، نفس بکش سنم. زنده است. درست است. دنیز، تو مرا نجات دادی. سنم، تو نجات پیدا میکنی. خوب میشی. کست کجاست؟ تحمل کن سنم، خواهش میکنم، تو خوب میشی. من خود نجات میدیم و تو نیستی نیست. درست است تو رو نجات میتون آدمی. درست است. حالا بگو که
کست کجاست؟ تو جایش میفهمی؟ هر کار که کردیم به خاطر تو کردیم ببین، به خاطر که تو را دوست داشتم این کار قبل از که دختر دیهاتی در زندگی ما به چقدر خوش بودیم. ایره باز کن، ایره باز کن. سنم تو نجات پیدا میکنی، تو نجات پیدا میکنی. لطفاً بگو که کست کجاست. کست حالا بگو جای کست بگو. مرا ببخش دینیس. سنم نخیر سنم، نخیر امکان نداره سنم. زود جو نفس بکش سنم. زود جو نفس بگی سنم. ایلیف بگو که کست کجاست. ایلاش که امور بگم. بگو که کست کجاست سنم. یک چیز بگو. ایلیف آرام باش. تو چرا نمیفهمی جان مادرم در خطر است. مادر دستایتان رو بالا کنین و به زمین بخوابین. شما را میگم دستایتان رو بالا کنین. آمر صاحب کم بیشتر باید تلاش کنی آمر صاحب، کم بیشتر. من نمیفهم که تو از کجا ایره فهمیدی که با یک آسانی مرا پیدا کرده میتونی. از او خاطر کم بیشتر باید تلاش کنی آمر صاحب، کم بیشتر. ای آدم احمق رسما ما را رشخند میسازه. قدرت کارای مطمئن باش از این کارت پشیمان خواهد شدی. بگم میشنم او آمر ددام افتاد؟ بله، مثل موشک در تلک بند بانه. راستش ما این جسارت جوانا را بسیار خوش دارم. او قماندانم همیشه در مقابل میایه، میگه تو را دستگیر میکنم، از تو بازجویی میکنم. جاهل هستن دیگه چی بگویم. اما اگر کسی تا دیده باشه باید یگان چیز دیگران فهمیده باشه، اما تو نیست. از او خاطر باید یک بار با ایلیف بیعقل زنگ بزنیم. مرد با تمام گناه های خود مرد. پس حال مادرم چی خواهد شد دینیس؟ ما حال چی کنیم؟ کسی تام پیش ما نیست. تلفونت هست ایلیف. قدرت کارای زنگ زده. این موبایلم از او است. بله جستجویت به کجا رسیده ها؟ با صبح کم وقت مانده، متوجه باش. خواهش میکنم مادر ما آزاد کن. به جایش مرا بگی، اما لطفا مادر ما آزاد کن. کسی تا پیدا کردن نتونستم. یعنی که زمان خدافزی امرای مادرت فرا رسیده. بله قدرت کارای همراه خانم رانا چی کردی؟ اوه قماندان، یعنی که ترام شریک بازی ساخته ها؟ قسم معلوم میشه که خواهرزادیم تمام قوانین زیر پا کردن. ما خواستیم که یک بازی انجام بدیم اما نشد دیگه. با صبح بسیار وقت کم مانده قماندان. زمان علیه شما سپری میشه. تیک تاک تیک تاک. قدرت کارای
بله بشنوین فردا صبح ساعت 8 در سرک ولسوالی به من منفجر میسازن. چی شده؟ چی گفتن؟ در استانبول چند ولسوالی است؟ چند ولسوالی است؟ 35 چند ولسوالی است؟ یکی از نفراش زنگ زده بود گفت در سرک ولسوالی به من منفجر میسازن. نه خیر. راحت را بخواب بچه آرام آرام بخواب راحت را بخواب بچه آرام آرام بخواب راحت راحت بخواب بچه رعنا هر دوشان به تو امانت است ابراهیم. رعنا خواهش میکنم مرا رها نکن. خواهش میکنم دستای مرا رها نکن. رعنا نرو. ما دوباره همدیگر خواهد دیدیم. منتظر تو می باشم. انشالله که خیر است. خیر است. خدایا خداوندا تو از خانواده محافظت کن خداوندا. آمین. خیرت است استاد. وقت نماز صبح است. با نمازم بیدارش نکنم؟ درست است. آقا سفیان. آقا سفیان. چی شده استاد؟ وقت نماز صبح است. یک جا ادا کنیم چطور؟ نماز؟ من نماز خواندم استاد. خداوند از سرم قبول کنم.
پیغمبر ما چقدر عالی فرمودند. 2 رکعت نماز که در زمان فجر ادا شود، هم از دنیا و هم از تمام چیزایی که در این دنیا وجود داره با ارزش تر است، بیشتر با برکت است. خدایا ما را از این خیرها محروم نساز. ابراهیم، دخترم به تو امانت است، ازش خوب مراقبت کن. باهوش بیا، زود شو، چشمایت باز کن. رانا جان، وقت رفتنت رسید. خانم رانا را به خاطر وظیفه نوش آماده کنیم. کالا چیز آماده است جنرال صاحب، بم آماده شد. هر وقتی که خواسته باشین شما دکمه را فشار بتین بم انفجار. خوب است، پس وقتی که آماده شد ببرینش. او خانم کجا میبرن؟ تو درباره او تشویش نکن، دقیقش نباش، کار خدا کن. الیف، چند نفر خود در منطقه کاداکوی جا بجا کردیم، منتظر امر هستیم. ما حال کاداکوی تلاشی میکنیم، تو تشویش نکن، فهمیدی؟ ما چی کنیم دیلیزی کار چه قسم میشه؟ در این حال ما خود نمیتونیم که در چند جای باشیم. خدای خودت کمک کن، خدای کمک کن، مادرم نجات بده. الیف تشویش نکن جان، تمام تشکیلات پلیس در خدمت ما هستند. تا ساعت 8 مادرت پیدا میکنیم، تو تشویش نکن. حالا تو در کجا را بپاله؟ بیا. دوستا گوش کنین، بسیار خوب متوجه باشین. در هر جایی که خانم دیدن فوراً خبر بتین. در بیکوز چه خبر است؟ در بیکوز همه چیز عادی است رئیس. در ساریار چه خبر است؟ تا فعلا اون شخص هیچ ندیدیم. با تمام بخشا خبر بتین. اگر شخص مورد نظر دیدین یا اطلاع ازش یافتین بریم خبر بتین. شما از طرف برین، ما از طرف میرم. میبخشین شما این خانم ندیدین؟ نه خیر ندیدین. الیف قسم نمیشه، تو از او طرف برو، من از این طرف میرم، جدا جدا میپالمش. دینی مادرت پیدا میکنم، وعده میتونم. هر الیف جان، هر جان. میبخشین یک لحظه، این خانم ندیدین؟ خدایا کمکت کن، خدایا مادرم حفظ کن، خدایا مادرم در پناه خود داشته باش.
ببخشین بیادری خانم ندیدین. متوجه باش چی میکنی؟ وضعیت چه قرار است؟ درست است. شما اون طرف برید. برفین یادت برفین خواهر. قربان چاومی قسم نکن. تو نمیفهمی که من تو را چقدر دوست دارم؟ اگر دوستم میداشتی گپ ما قبول میکردی، از من منصرف نمیشدی. برفین کی گفته که ما از تو منصرف شدیم؟ دوران بلی از خدا غرضش نگی. بیشرف دوران تو احمق به خود مینازی. بچی بی حیثیت. دوران این کار نکن. بگو دوران تو امو کسی نیستی که در خانه منو کاری میکنی؟ تو از نانو نمک ما میخوری؟ امو کس نیستی؟ با کدام جرات به برفین چشم دختی ها؟ با کدام جرات؟ دوران بگو بیشرف.